pertama di Indonesia. نخستین نیروگاه اتمی در اندونزی با هدف تولید برق هسته‌ای در حال ساخته. ساخت نیروگاه اتمی با سوخت توریوم که امن‌تر و کارآمدتر از اورانیوم، اندونزی رو رسما به نخستین کشور هسته‌ای اتحادیه جنوب شرق آسیا تبدیل کرد. نیروگاهی که در ایالت بانکا بلیتون در جزیره کلاسا واقع در سواحل جنوب شرق سوماترا به منظور تولید اولیه 500 مگاوات برق با هزینه‌ای بالغ بر 1 میلیارد دلار بابت تحقیقات زیرساخت‌ها و واردات نمونه راکتور سوخت توریوم از کره جنوبی در دست احداثه. ما از انرژی هسته‌ای استقبال می‌کنیم، چرا که 67% برقمون از نیروگاه‌هایی تامین میشه که با سوخت زغالسنگ کار میکنه. بنابراین ما با هدف گذاری قطعی در تلاشیم ظرف چند سال آینده به انرژی هسته‌ای دست پیدا کنیم. انرژی اتمی به عنوان سوختی پاک و قابل اعتماد نه تنها مناسب‌ترین جایگزین برای سوخت‌های فسیلیه، بلکه به گفته کارشناسان اندونزیایی بهترین گزینه به جای انرژی‌های تجدیدپذیر محسوب میشه. این نیروگاه اتمی میتونه در منطقه‌ای به مراتب کوچکتر از احداث صدها هکتار مزارع صفحات خورشیدی و هزاران هزار توربین بادی انرژی پایدار، پاک و ارزان رو تأمین کنه. چرا که راکتورهای کوچک مدولار هزینه‌های تولید برق هسته‌ای رو به طور قابل توجهی کاهش میدن. موضوعی که موجب استقبال سرمایه‌گذاران شرکت‌های خصوصی اندونزی برای تامین بخشی از ساخت این نیروگاه شده. این در حالیه که وزیر انرژی اندونزی اعلام کرده به زودی آیین‌نامه دولت این کشور برای ایجاد سازمان اجرای برنامه انرژی اتمی نهایی میشه. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه‌ای جنوب شرق آسیا.